سلام، یه روز دیگه کنار من و مادرم. امروز میخوایم یکی از غذاهای محلی لرها رو درست کنیم. مادر بزرگم یه حیاط خیلی بزرگ داشت، پر از درختای گردو و انار. همیشه تو همون حیاط با عشق برامون درست میکرد. این غذا تو فصل پاییز خیلی میچسبه. بهتون پیشنهاد میکنم که برای یک بارم که شده امتحانش کنید. تشکر میکنم. دست در نمیکنم.